بسم الله الرحمن الرحیم. بهشت دنیای من. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید جنت زیر پای مادر است. مادر بزرگترین نعمت الهی و نخستین آموزگار انسان است. او با محبت بی‌پایان فرزندان خود را پرورش می‌دهد و برای آسایش و موفقیت آنان از هیچ فداکاری دریغ نمی‌ورزد. مهر مادر خالصانه و بی‌منت است و در سخت‌ترین شرایط نیز فرزندان خود را تنها نمی‌گذارد. اسلام نیز مقام مادر را بلند دانسته است و الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. ما انسان را برای نیکی کردن به پدر و مادر سفارش کردیم. بزرگان جهان نیز درباره مقام مادر سخنان زیبایی گفتند. ناپلتون میگوید آینده هر ملت در دستان مادران آن ملت است. در فرهنگ اسلامی نیز بزرگان همواره بر احترام مادر تأکید کردند. امام شافعی رحمه الله عنه می‌فرماید دعای مادر برای فرزند یکی از بزرگترین اسباب موفقیت اوست. مادر چراغ خانه، مکتب محسن و مدرسه اخلاق است. بنابراین بر هر انسان لازم است قدر مادر خود را بفهمد، به او احترام بگذارد، از او مراقبت کند و همواره در حقش دعا کند. آرزوی اهل دل از خاک پای مادر است. آرزوی اهل دل از خاک پای مادر است. این جماعت هرچی دارد از دعای مادر است. آن بهش را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتان زیر پای مادر است. و در پایان می گویم مادر گوهر است که جایگزین ندارد. پس تا زمانی که کنار ماست قدرشان را بدانیم و مسیر بهشت خود را آباد سازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.